حتی یک سرماخوردگی ساده هم میتواند باعث مرگ دخترتان بشود. این حرفی بود که پزشک معالج دخترم موقع خداحافظی خیلی رک و پوسکنده به ما گفت. همسرم داشت نوزادمان گابریلا را در آغوشش تکان میداد. هر دو از وحشت خشکمان زده بود. گابریلا با یک مشکل نخاعی حاد به دنیا آمده بود و این دیدار تنها آغاز راهی بود که بعدها معلوم شد سفری طولانی در دنیای پزشکی است. صدها مشاوره، دهها درمان مختلف و 7 عمل جراحی بزرگ در عرض 7 سال. با اینکه این سفر همچنان ادامه دارد، در کمال خوشحالی باید بگویم که گابریلا علیرغم مشکلات جسمیش سالم و با نشاط و خوشحال است. تمام 8 سال گذشته به مذاکره و صحبت با انبوهی از پزشکان، پرستاران، بیمارستانها و شرکت‌های بیمه گذشته است. حالا که به آن نگاه می‌کنم، می‌بینم که این فرایند تمام مهارت‌هایم را به کار گرفته است. مهارت‌هایی که سال‌هاست به کمک آنها به دیگران کمک کردم تا در مذاکرات خود از طرف مقابلشان بله بگیرند. به علاوه، حالا که خوب به آن روزها نگاه می‌کنم، می‌بینم تنها مهارت کلیدی و مهمی که برای محافظت از دخترم و خانواده‌ام به آن نیاز داشتم، نگفتن بود. این کار با نگفتن به نوع حرف زدن پزشکان شروع شد که گرچه نیت بدی نداشتند، گاهی طوری حرف می‌زدند که ترس و دلهره بیدلیلی را در دل بیمار و والدینش ایجاد می‌کردند. این روند با نگفتن به رفتارهای نامناسب ادامه یافت. به عنوان مثال، صبح‌هایی که دانشجویان پزشکی و رزیدنت‌ها وارد اتاق گابریلا می‌شدند و طوری با او رفتار می‌کردند که انگار شیء بیجانی بیش نیست. در زندگی کاریم نگفتن به معنای رد کردن ده‌ها دعوت، خواهش یا درخواست فوری بود تا بتوانم وقتم را صرف بودن با خانواده‌ام یا انجام تحقیقات پزشکی در مورد بیماری دخترم کنم. ولی میبایست حواسم را جمع می‌کردم و نه‌های خوشایندی میگفتم. از این گذشته زندگی فرزندم در دستان آن پزشکان و پرستاران بود. خود آنها هم به دلیل کار در یک نظام پزشکی معیوب که مجبورشان میکرد تنها چند دقیقه برای هر مریضی وقت صرف کنند، تحت فشار بودند. من و همسرم میبایست یاد میگرفتیم قبل از جواب دادن به هر حرکتی لحظه‌ای درنگ کنیم تا مطمئن شویم که نگفتنهای ما نه تنها قدرتمند بلکه محترمانه هم هستند. نگفتن ما در خدمت رسیدن به یک بله بالاتر بود. در یک کلام، هدف ما نه‌های منفی نبود بلکه نه مثبت بود. هدف این نه‌ها این بود که از دخترمان محافظت کنند و امکان زندگی بهتر را برای او و برای ما فراهم آورند. البته همیشه در این امر موفق نبودیم، ولی با گذشت زمان یاد گرفتیم که چطور این کار را به نحوی بهتر انجام دهیم. این کتاب درباره هنر بسیار حیاتی نگفتن مثبت در تمامی حوزه‌های زندگی است. من در رشته مردم شناسی از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌ام و در مورد طبیعت و رفتار انسان تحقیق و مطالعه می‌کنم. از لحاظ شغلی متخصص مذاکره هستم، معلم، مشاور و میانجی و در زندگیم همیشه به دنبال صلح و آرامش در دنیا بودم. حتی وقتی بچه بودم با دیدن جر و بحث خانواده بر سر میز شام به این فکر می‌افتادم که آیا راه بهتری غیر از جر و بحث‌های ویران کننده برای حل اختلافات وجود ندارد؟ وقتی برای ادامه تحصیل به اروپا رفتم، تازه 15 سال از جنگ جهانی دوم گذشته بود و خاطرات آن هنوز زنده بود و زخم‌های جنگ هنوز بر همه چیز و همه کس دیده می‌شد. مشاهده این صحنه‌ها من را بیشتر به فکر وامی داشت. من از نسلی بودم که هر روز خطر وقوع جنگ جهانی سوم آن را تهدید می‌کرد. تهدیدی که هرچند دور به نظر می‌آمد، همیشه سایه‌اش بر سر ما سنگینی می‌کرد. جنگی که اصل بقای انسان را روی کره زمین تهدید می‌کرد. در مدرسه پناهگاه داشتیم و اغلب وقتی شبها با دوستانمان می‌نشستیم و درباره اینکه می‌خواهیم در آینده چه کارهایی بکنیم حرف می‌زدیم، دست آخر به این نتیجه می‌رسیدیم که در اصل نمی‌دانیم آیا آینده‌ای وجود خواهد داشت که درباره اش فکر کنیم یا نه. من
با تمام وجود باور دارم که به جای تهدید یکدیگر به کشتار جمعی بیشک راه بهتری برای محافظت از خودمان و جامعهمان وجود دارد. این باور همیشه با من بوده است، چه آن زمان و چه حالا که به مراتب بیشتر به وجود آن معتقدم. در جستجو برای یافتن این راه بهتر تصمیم گرفتم به طور جدی در مورد کشاکش و تعارضهای بین آدم‌ها مطالعه کنم. من که دلم راضی نمیشد فقط ناظری ساده باشم، سعی کردم آنچه را داشتم یاد می‌گرفتم در حرفه خودم به عنوان میانجی و مذاکره کننده به کار ببرم. بیش از 30 سال است که به عنوان میانجی در مذاکرات مختلف شرکت می‌کنم و تمام تلاشم این است که انواع اقسام موقعیت‌های دشوار را حل و فصل کنم. از مشاجره‌های خانوادگی و اعتصاب معدنچیان گرفته تا اختلافات کاری و جنگ‌های قومی در خاورمیانه، اروپا، آسیا و آفریقا. همچنین این فرصت را داشتم که به سخنان هزاران فرد و صدها شرکت خصوصی و مؤسسات دولتی گوش بدهم و آنها را راهنمایی کنم تا بدانند برای رسیدن به توافق چطور مذاکره کنند. در طول این مسیر شاهد نابودی‌های عظیم و رنج‌های بیهوده‌ای بودم که جنگ‌های مخرب با خود به همراه دارند. دوستی‌ها یا خانواده‌های از هم گسسته، پرونده‌های حقوقی، اعتصاب‌های ویران کننده و سازمان‌های ورشکسته. من در مناطق جنگی حضور داشتم و در چشمان انسان‌های بیگناه وحشت عظیمی را دیدم که کشت و کشتار بیرحمانه در قلب آنان ایجاد کرده بود. شاید تعجب آور باشد اگر بگویم شاهد مواردی هم بودم که با دیدنشان آرزو کردم مقاومت و جر و بحث بیشتری میشد. مواردی که همسران و کودکان مورد سوء استفاده قرار می گرفتند. بی آنکه صدایشان در بیاید. کارمندانی که رئیسشان به بدترین وجه ممکن با آنها رفتار می کرد یا جوامعی که با ترس و وحشت زیر یوغ دیکتاتوری زندگی می کردند. از همان وقتی که در هاروارد شروع به فعالیت در حوزه مذاکره کردم، به توسعه راه‌های بهتری برای حل اختلاف‌ها پرداختم. 25 سال قبل من و راجر فیشر کتابی با عنوان بله گرفتن از دیگران نوشتیم. این کتاب به این مسئله می پرداخت که چطور به بله برسیم که برای هر دو طرف سودمند باشد. به عقیده من این کتاب به این دلیل پرفروش شد که آدم‌ها اصولی جهانی را یادآوری می کند که چه بسا خودشان می دانند ولی اغلب فراموش می کنند در زندگیشان از آنها استفاده کنند. 1 دهه بعد در جواب سؤالی که بیشتر خوانندگان کتاب اولم مطرح کرده بودند، کتاب عبور از نه را نوشتم. سؤال آنها این بود: وقتی طرف مقابل علاقه به ادامه راه ندارد، چطور باید نظر او را به همکاری جلب کرد؟ چطور میتوان با شرایط سخت و آدمهای بدقلق به بله رسید؟ با این حال با گذشت زمان متوجه شدم که بله گرفتن تنها نیمی از ماجراست و از قضا نیمه آسان کار هم هست. به قول یکی از موکلانم که رئیس شرکتی بزرگ بود، کارمندان من میدانند چطور بله بگیرند. مشکلشان این نیست. نگفتن است که برای آنها سخت است. یا همونطور که یکی از بزرگان میگوید، هنر رهبری گفتن بله نیست، بلکه گفتن نه است. کم کم متوجه این مسئله شدم که بیشتر اوقات اصلی ترین مانع عدم توانایی برای رسیدن به بله نیست، بلکه ناتوانی در گفتن نه است. خیلی وقتها نمیتوانیم خودمان را راضی کنیم نه بگوییم. آن هم درست زمانی که به راستی میخواهیم این کار را بکنیم و میدانیم باید این کار را بکنیم. گاهی هم نه میگوییم ولی به شیوهی که مانع رسیدن به توافق میشود و روابط را نابود میکند. به عبارت دیگر ما به خواسته های نابجا، بی‌عدالتی ها و حتی سوء استفاده ها تن میدهیم یا درگیر جنگ مخربی میشویم که در نهایت همه در آن بازنده هستند. من و راجر فیشر کتاب بله گرفتن از دیگران را به این قصد نوشتیم که جوابی به نیاز فزاینده به مذاکره و حل اختلافات به شیوهی مسالمت آمیز در خانواده، در محیط کار و در دنیای بزرگتر بدهیم. قدر مسلم نیاز به بله گرفتن به قوت خود باقی مانده است. ولی در این بره از زمان ضروری ترین و شدیدترین نیاز انسانها این است که قادر باشند به شیوهی مثبت نه بگویند. شیوهی که به کمک آن بتوانند از آنچه برایشان مهم است
دفاع کنند بی آنکه آسیبی به روابطشان بزنند. نه به اندازه بله مهم است و در واقع پیش شرط گفتن بله مؤثر و کارآمد است. شما نمی توانید به خواهش کسی بله بگویید مگر اینکه بتوانید به بقیه نه بگویید. از این منظر نه مهمتر از بله است. یک نکته مهم درباره فرهنگ. درست است که نه گفتن فرایندی جهانی است، ولی بسته به فرهنگ هر جامعه‌ای شکل‌های مختلفی دارد. به عنوان مثال در فرهنگ بعضی از کشورهای آسیای شرقی تأکید خاصی روی عدم استفاده از کلمه نه هست. به خصوص در مورد نزدیکان. البته مردم این جوامع هم نه میگویند، ولی به صورت غیر مستقیم. من خودم به عنوان کسی که در رشته مردم شناسی تحصیل کرده است، احترام عمیقی برای تفاوت‌های فرهنگی قائلم. با این حال معتقدم که اصول پایه‌ای نه مثبت در تمام فرهنگ‌ها قابل استفاده است. تفاوت فقط در نحوه بکارگیری این اصول است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق دارد. هدیه ارزشمند نه. نه امروز ضروری ترین و تأثیرگذارترین کلمه در زبان است که بالقوه مخرب ترین کلمه هم هست و گفتن آن از نظر بسیاری از آدم‌ها سخت ترین کار دنیا است. با این حال وقتی شیوه درست استفاده کردن از آن را یاد بگیریم، همین یک کلمه این قدرت را دارد که زندگی ما را به کل دگرگون کند. ما هر روز خود را در موقعیت‌هایی می‌بینیم که باید به آدم‌هایی که به نوعی به آنها وابسته هستیم نه بگوییم. بد نیست چند تا از این موقعیت‌هایی را که ممکن است در طول روز با آنها مواجه شویم و نیاز باشد نه بگویی در نظرت مجسم کنی. موقعی صرف صبحانه دختر کوچولویت به تو التماس می‌کند که برایش اسباب بازی جدیدی بخری و تو همینطور که داری به تلفن جواب می‌دهی آهسته می‌گویی نه، تو کلی اسباب بازی داری. او میگوید بابا تو رو خدا، همه دوستام یکی دارن. چطور میتوانی در جواب فرزندت نه بگویی بدون اینکه این حس به تو دست دهد که پدر یا مادر بدی هستی؟ وقتی وارد محیط کارت میشوی، رئیست تو را به دفترش فرا میخواند و از تو میخواهد تعطیلات آخر هفته را هم برای تمام شدن یک طرح مهم کار کنی. این درست همان آخر هفته است که تو و همسرت مدت هاست منتظر آن بوده اید تا از شهر بیرون بزنید و استراحتی بکنید. ولی چه می شود کرد؟ این جناب رئیس است که چنین درخواستی دارد و تازه همین روزها قرار است به کارمندان ترفیع بدهند. چطور می توانی نبگویی بدون اینکه رابطه‌ات را با رئیست خراب کنی و ترفیعت را به خطر بیاندازی؟ یک مشتری کله گنده به تو زنگ می زند و تقاضا می کند خریدش را 3 هفته زودتر از موعد مقرر به او تحویل بدهی. تو با توجه به تجربه‌های گذشته می‌دانی که این کار چقدر از درون استرس و فشار تحمیل می‌کند و دست آخر هم مشتری از کیفیت آن محصول راضی نخواهد بود. ولی آخر او مشتری کله گنده توست و نه هم حالیش نمی‌شود. چطور می‌توانی نه بگویی بدون اینکه رابطه‌ات را با آن مشتری خراب کنی؟ در یک جلسه کاری در شرکت هستی و رئیست خشمگینانه رو به همکارت می کند و به شدت عملکردش را به باد انتقاد می گیرد. به شخصیت او توهین می کند و به بدترین شکل ممکن او را تحقیر می کند. همه ساکت و وحشت زده و خشکشان زده است. با این حال در دل خوشحالند که این بار فرد دیگر هدف خشم رئیس قرار گرفته است. تو می دانی که این رفتار بسیار نامناسب است، ولی چطور می توانی بی پرده نه بگویی؟ همان شب سر میز شام همسرت مسئله مادر پیرت را پیش می کشد که به سن و سالی رسیده است که دیگر تنها ماندن برایش خطرناک است و می خواهد بیاید و با شما زندگی کند. همسرت به شدت مخالف است و به تو اصرار می کند به مادرت زنگ بزنی و به آن نه بگویی. ولی چطور می توانی به مادر خودت نه بگویی؟ اخبار شبانگاهی را نگاه می کنی که پر است از گزارش‌هایی درباره خشونت و بی‌عدالتی. در کشوری دوردست کشتار جمعی صورت می‌گیرد. در حالی که غذاها در انبار فاسد می‌شوند، تعداد زیادی کودک دارند از گرسنگی می‌میرند. سلاح‌های کشتار جمعی روز به روز بیشتر می‌شوند. تو با خودت می‌گویی ما چطور به عنوان اعضای جامعه جهانی به این تهدیدات و خطرات نبگیم؟ این مثال‌ها به نظرت آشنا می‌آید؟
همه این موقعیت‌ها یک وجه اشتراک دارند. برای اینکه از چیزی مهم حمایت و پشتیبانی کنی و نیازهای خودت و دیگران را برآورده کنی، باید به خواسته یا دستوری که بجا نیست، به رفتاری که نامناسب یا توهین‌آمیز است، یا به موقعیت و نظامی که کارایی ندارد یا عادل نیست، نه بگویی. به احتمال زیاد نه مهمترین واژه در فرهنگ لغت است، ولی درست گفتن آن سخت‌ترین کار دنیا به شمار می آید. وقتی از شرکت کنندگان در همایش‌هایم در دانشگاه هاروارد و جاهای دیگر میپرسم که چرا نگفتن اینقدر برایشان سخت است، اغلب این جوابها را میشنوم. آخه نمیخوام معامله را از دست بدم. راستش نمیخوام رابطمون رو خراب کنم. از کاری که ممکنه به تلافی این کار سرم بیاد میترسم. چون اگر نه بگم کارم را از دست میدم. برای اینکه عذاب وجدان میگیرم. نمیخوام اونا رو ناراحت کنم. میدانی آنچه نگفتن را برای ما سخت میکند چیست؟ نگفتن در حقیقت مبارزه است بین استفاده از قدرت و حفظ رابطه. از یک طرف اگر از قدرتت که مهمترین وسیله برای نگفتن به طرف مقابل است استفاده کنی، ممکن است رابطه‌ات با او صدمه ببیند. از طرف دیگر حفظ رابطه‌ات ممکن است قدرتت را تضعیف کند. با این اوصاف بیشک از خودت میپرسی پس من باید چه کار کنم؟ آدم‌ها اغلب به 3 روش مختلف با این مشکل روبرو میشوند. روش اول، سازش. ما بله میگوییم، آن هم درست زمانی که میخواهیم نه بگوییم. اولین رویکرد این است که بر رابطه تأکید کنیم، حتی اگر معنایش قربانی کردن منافع کلیدیمان باشد. به این رویکرد سازش میگویند. ما میگوییم بله، آن هم درست زمانی که میخواهیم بگوییم نه. سازش اغلب به معنای یک بله ناسالم است که آرامشی کاذب را برایمان به ارمغان می‌آورد. من تسلیم خواسته دخترم برای خرید یک اسباب بازی جدید می‌شوم تا دچار عذاب وجدان نشوم، چرا که آنچه را خواسته است از او دریغ کردم. ولی نتیجه چنین سازشی فقط این است که می‌فهمم این کار باعث خواسته‌های بیشتر و بیشتر او می‌شود. دست آخر هم هر دوی ما در یک چرخه ناخوشایند بی انتها گیر می‌کنیم. وقتی رئیست از تو میخواهد درست در همان آخر هفته ای اضافه کاری کنی که تو همسرت از قبل برنامه ریخته اید یا با هم باشید و تفریح کنید، تو در اوج عصبانیت دندانهایت رو به هم میفشاری و تسلیم میشوی، چون میترسی ترفیعی را که میخواهی از دست بدهی، حتی اگر زندگی خانوادگیت از این مسئله آسیب ببیند. بیشتر اوقات ما با قضیه کنار میاییم، حتی اگر بدانیم این تصمیم به نفع ما نیست. بله ما در واقع یک بله مخرب است، چون منافع و خواسته های عمیق‌تر ما را نادیده میگیرد. میگویند نیمی از مشکلات امروز ما به دلیل بله گفتن ما است. آن هم درست زمانی که باید نه بگوییم. هزینه بله گفتن در موقعی که باید نه بگوییم هرگز به اندازه این دوران بالا نبوده است. روش دوم، حمله. یک نه آبکی میگوییم. نقطه مقابل سازش حمله است. ما بدون توجه به رابطه‌مان با طرف مقابل از قدرتمان استفاده می‌کنیم تا به خواسته‌مان برسیم. اگر ترس عامل سازش است، خشم هم عامل حمله است. ما اغلب به دلیل رفتار آزاردهنده طرف مقابل از دست او عصبانی می‌شویم یا خواسته نامعقولش باعث می‌شود به ما بر بخورد، یا اینکه فقط از وضعیت موجود خسته می‌شویم. به تبع به او حمله می‌کنیم. ما به شیوهی نمیگوییم که طرف مقابل را می‌آزارد و رابطه ایمان را ویران می‌کند. بگذار جمله‌ای از آمبروس پیرس را برایت نقل کنم که خیلی به آن علاقه دارم. کافیست موقع عصبانیت دهانت رو باز کنی، حرفهایی میزنی که تا آخر عمر از گفتنشون پشیمون خواهی شد. سومین رویکرد معمول کناره‌گیری است. ما نه نمیگوییم، بله هم نمیگوییم. در اصل هیچ چیزی نمیگوییم. امروزه کناره‌گیری یک واکنش معمول در جر و بحث هاست. به خصوص در خانواده ها و در سازمان ها، چون میترسیم به دیگران توهین کنیم و خشم یا نارضایتی در آنها به وجود بیاوریم. هیچ چیزی نمیگوییم. به این امید که مشکل راهش را بکشد و برود، حتی با اینکه میدانیم اینطور نخواهد شد. ما در سکوتی سرد همراه با همسرمان سر میز شام مینشینیم و وانمود میکنیم هیچ چیزی سر کار ما را اذیت نمیکند، در حالی که از دست رفتارهای همکارمان از خشم به هم میپیچیم. ما بی‌عدالتی‌ها و تجاوزهایی را که به حقوق آدم‌های اطراف ما می‌شود
نادیده میگیریم. کناره‌گیری نه تنها برای سلامت فردی ما مخرب است، چون موجب بالا رفتن فشار خون یا زخم معده می شود، بلکه برای سلامت جامعه هم خطرناک است، چون باعث می شود مشکلات همینطوری روی هم انباشته شود و زمانی خودش را نشان دهد که دیگر به بحرانی تبدیل شده است که فرار از آن امکان پذیر نیست. کناره‌گیری حالا در هر حوزه‌ای که از زندگی تو باشد مرگبار است. به قول مارتین لوتر، زندگی ما روزی شروع به تمام شدن می کند که ما در مورد مسائل مهم سکوت کنیم. این سه رویکرد، سازش، حمله و کناره‌گیری، جدا از هم نیستند. آنها در عملکرد یکدیگر دخالت می کنند و به معضلی منجر می شوند که ما به آن می گوییم دام سه‌وجهی. همه ما بیشتر اوقات با سازش با طرف مقابل شروع می کنیم، بعد به طور طبیعی کم کم احساس خشم و نفرت می کنیم. بعد از اینکه احساسات ما را برای مدتی سرکوب کردیم، به نقطه‌ای می‌رسیم که ناگهان منفجر می‌شویم و حاصلش تنها پشیمانی بعد از دیدن تأثیرات مخرب حمله‌مان است. برای همین یا دوباره سازش می‌کنیم یا با کناره‌گیری مشکل را نادیده می‌گیریم و به این امید می‌نشینیم که از بین برود. ما مثل موشی می‌شویم که در هزار تویی گیر افتاده است. از این جعبه به آن جعبه می‌رویم ولی هرگز به پنیر نمی‌رسیم. راه نجات چیست؟ یک نه مثبت. خوشبختانه یک راه نجات از این دام وجود دارد. البته این راه مستلزم آن است که تو با این باور عمومی که میگوید یا باید برای به دست آوردن آنچه میخواهی از قدرتت استفاده کنی یا میتوانی از روابطت استفاده کنی مبارزه کنی. برای استفاده از این راه نجات باید از هر دوی آنها به طور همزمان استفاده کنی و طرف مقابل را در یک رویارویی سازنده و محترمانه قرار دهی. این کاری بود که مردی که او را جان مینامیم وقتی احساس کرد مجبور است مقابل پدر سلطه‌جویش که از قضا کارفرمایش هم بود بایستد انجام داد. جان در یک تجارت خانوادگی مشغول به کار بود و ساعتهای طولانی کار میکرد و همین مسئله باعث میشد حتی در تعطیلات هم از همسر و بچه‌هایش دور باشد. در ضمن با اینکه حجم کاری و مسئولیت جان بسیار بیشتر از همکارانش بود، پدرش به همه به یک اندازه حقوق میداد. چون میگفت با این کار دیگر کسی نمیگوید که او به پسرش بیشتر رسیده است و استثناء قائل شده است. جان از اینکه مبادا توی روی پدرش بایستد هیچ وقت شکایتی نمیکرد. گرچه در تنهایی از کار زیاد و حقوق پایین خونش به جوش می آمد و عصبانی می شد. بالاخره جان متوجه شد ادامه این وضع امکان پذیر نیست و باید تغییری رخ دهد. او تمام شجاعتش را جمع کرد و تصمیم گرفت از خودش دفاع کند. ما سر میز شام بودیم و با اعضای خانواده غذا می‌خوردیم. من به بابا گفتم میخوام با او تنها حرف بزنم. ما به جای خلوتی رفتیم و بعد من به اون گفتم میخوام در تعطیلاتی که در راهه پیش خانواده‌ام باشم. در ضمن گفتم که دیگه بیشتر از ساعتهای کاریم کار نمی کنم و میخوام به اندازه زحمتی که میکشم حقوق بگیرم. جان خیلی محکم اما محترمانه حرف خودش رو زده بود. واکنش پدر چیزی نبود که پسر از اون میترسید. بابا خیلی بهتر از اون چیزی که انتظار داشتم با این مسئله برخورد کرد. من نمیخواستم روی حرف اون حرف بزنم. فقط میخواستم روی پای خودم بایستم. نه اینکه به اون امید ببندم. شاید اون متوجه این قضیه شد چون گفت اشکالی نداره که دیگه اضافه کاری نیستم و قرار شد در مورد مسائل مالی هم با هم حرف بزنیم. پیش از این جان تصور میکرد قضیه یا این یا آن است. یا باید از قدرتش استفاده کند یا حواسش به روابط باشد. جان از ترس اینکه پدرش خواسته او را رد کند سالها جلوی قدرتش را گرفته بود. او سازش کرده بود و از رویارویی تفره رفته بود. درسی که از نگفتن به پدرش یاد گرفت این بود که همزمان هم میتوانی از قدرتت بهره‌ای بگیری و هم رابطه‌ات را حفظ کنی. منظور از گفتن نه مثبت همین است و بس. برخلاف نه معمولی که با نه شروع می شود و با نه هم ختم می شود، نه مثبت با یک بله شروع می شود و با یک بله هم ختم می شود. گفتن نه اول از همه یعنی گفتن بله به خودت و محافظت از چیزی که برایت مهم است. جان انگیزه اصلیش را برای نگفتن اینطور برایم بیان کرد.
من این کار رو انجام ندادم که واکنش خاصی دریافت کنم. گرچه هنوز هم این مسئله برام مهم بود که پدرم درباره این موضوع چه فکری میکنه. ولی من این کار رو کردم چون با خودم گفتم جان اگه الان از خودت دفاع نکنی هیچ عزت نفسی در آینده نخواهی داشت. جان بله اول خود را این طور به پدرش بیان کرد. بابا، خانواده‌ام به من احتیاج دارن و من میخوام تعطیلات پیش اونها باشم. بعد جان با یک نه واقع بینانه به حرفایش ادامه داد. نهی که مرز مشخص را تعیین میکند. من دیگه در آخر هفته ها و تعطیلات کار نمی کنم. او با یک بله صحبتهایش را به پایان برد. در واقع در این مرحله از طرف مقابلش دعوت کرد تا با او به توافقی برسد که خواسته های او را برآورده کند. پیشنهاد من اینه که ما برنامه جدید بریزیم که طبق اون کارهای لازم رو در دفتر انجام بشه و هم زمانی رو که من میخوام با خانوادم بگذرونم. یک نه مثبت به طور خلاصه یک بله نه بله است. بله اول بیان کننده منافع توست، نه نشان دهنده قدرت، و بله دوم تداوم بخش رابطه ات. بنابراین گفتن یک نه مثبت تعادل بین قدرت و رابطه به وجود می آورد تا در نهایت منافع تو تأمین شود. به تفاوت بین بله اولی و دومی دقت کن. بله اولی به درون تو توجه دارد. تأکیدی است روی منافع و موضوعات مورد نظر تو، و بله دوم بر برون تکیه دارد. دعوتی است از طرف مقابل تا به توافقی با تو دست یابد که در آن منافع مورد نظر تو تأمین شود. کلید اصلی نه مثبت احترام است. آنچه باعث تمایز بین نه مثبت و سازش می شود احترام است. احترامی که به خودت و موضوعی که برایت مهم است می‌گذاری. آنچه باعث تمایز بین نه مثبت و حمله می شود این است که همینطور که داری به خواسته یا رفتار طرف مقابلت نه میگویی، احترام او را هم حفظ می‌کنی. نه مثبت جواب می‌دهد، چون به قول جان تو روی پاهای خودت ایستادی، نه اینکه به دیگران تکیه کرده باشی. بهترین راه برای توصیف نه مثبت این است که آن را به درخت تشبیه کنیم. تنه درخت مثل نه توست، صاف و محکم، ولی تنه درخت فقط قسمت میانی درخت است و تمام درخت نیست. به همین ترتیب نه تو هم فقط قسمت میانی یک نه مثبت است و کل ماجرا نیست. ریشه هایی که تنه از آن میروید بله اول تو است. بله ای به عمیق‌ترین خواسته هایی که تو را سر پا نگه می‌دارند. شاخ و برگ‌ها که از تنه منشعب می‌شوند بله دوم تو هستند که به سمت یک توافق احتمالی یا ادامه رابطه اجتماعی قد می‌کشد. میوه درخت نتیجه مثبتی است که به دنبالش هستی. آنچه را می‌خواهی خلق کن. هر روز هر یک از ما با انتخاب‌های مختلف در زندگیمان روبرو می‌شویم که بله گفتن به یکی از آنها مستلزم نه گفتن به بقیه است. تنها با نه گفتن به درخواست‌هایی که وقت و انرژی تو را هدر می‌دهند می‌توانی جایی برای بله‌های زندگیت باز کنی، یعنی برای آدم‌ها و کارهایی که از همه چیز برای تو مهمتر هستند. راز پیچیده و متناقض ماجرا این است: تا از صمیم قلب نه نگویی نمی‌توانی به راستی بله بگویی. من این درس را در همان اوایل زندگی حرفه‌ایم از سرمایه‌داری مشهور و فوق‌العاده موفق به نام وارن بوفت یاد گرفتم. یک روز موقع صرف صبحانه او محرمانه به من گفت راز خلق ثروت عظیمش در توانایی او در گفتن نه نهفته است. من تمام روز می‌نشینم و پیشنهادهای مختلف سرمایه‌گذاری رو بررسی می‌کنم. من میگم نه 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 تا اینکه چشمم بخوره به یکی که درست همونیه که میخوام و اون وقت میگم بله. تنها کاری که میبایست میکردم این بود که چند بار تو زندگیم بله های درستی بگم و اینطوری شد که چنین ثروتی به دست آوردم. یادت باشد هر بله مهم نیازمند گفتن هزاران نه است. از آنچه برایت ارزشمند است محافظت کن. برای لحظه‌ای تمام مسائلی که برایت مهم هستند در نظر بیاور. خوشبختی خودت، سلامت عزیزانت، موفقیت شرکتت، امنیت کشورت و یک شالوده اقتصادی مناسب برای آن. رفتارهای دیگران تا حدودی تمام چیزهایی را که برای ما مهم هستند تهدید می‌کنند یا تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. یک نه مثبت ما را قادر می‌سازد تا مرزهای کلیدی خود را مشخص، محافظ و مراقبت کنیم.
مرزهای شخصی، سازمانی و اجتماعی مرزهایی هستند که برای محافظت از چیزهایی که برایشان ارزش قائلیم ضروری هستند. آنچه را دیگر تأثیری ندارد تغییر بده. مهم نیست که داری تغییری سازمانی در محیط کارت میدهی یا تغییری شخصی در خانه‌ات یا تغییر اقتصادی یا سیاسی در سطح اجتماع. در هر حال هر تغییر خلاقی با یک نه هدفمند به وضع فعلی آغاز می شود. نه تو می تواند به تنبلی یا رفتار خودخواهانه در محیط کاری باشد. می تواند به خیانت و سوء استفاده در زندگی خانوادگی باشد یا به بی‌عدالتی و بی‌کفایتی در جامعه بزرگتر. خانواده‌ای را می شناسم که پسرشان داشت با اعتیادش زندگی آنها و خودش را نابود می کرد. بنابراین پدر، مادر، خواهرها و برادرها یک روز همگی برای کاری که شاید بتوان اسم آن را نوعی مداخله گذاشت دور هم جمع شدند و به صورت سازنده‌ای با پسرشان برخورد کردند. آنها با گفتن این حرف شروع کردند که او چقدر برایشان با ارزش است و بعد ادامه دادند که باید از اعتیاد دست بردارد وگرنه حمایت آنها را از دست می‌دهد. آنها از او دعوت کردند از یک برنامه درمانی برای رفع اعتیاد استفاده کند. وقتی پسر با نه مثبت اعضای خانواده‌اش روبرو شد، با پیشنهاد آنها موافقت کرد. از روش درمانی بهره گرفت و از اعتیادش رهایی یافت. نه مثبت علاوه بر اینکه کمک می‌کند به دیگران نه بگویی، کمک می‌کند به خودت هم نه بگویی. تا حدودی همه ما گاهی با چالش نگفتن به وسوسه‌ها و رفتارهای مخربی مثل پرخوری و اسراف روبرو می‌شویم. اغلب واکنش‌های متفاوتی در مقابل این مسئله نشان می‌دهیم. یا به این وسوسه‌ها تن می‌دهیم یا با منطق خودمان به آنها حمله می‌کنیم یا خیلی راحت آنچه را در درونمان در حال رخ دادن است انکار می‌کنیم. باید یاد بگیریم که به خودمان نه مثبت بگوییم، یعنی از منافع مهممان محافظت کنیم و در عین حال نسبت به خودمان احترام و همدلی نشان دهیم. با این کار کمک فوق‌العاده ارزشمندی در تغییر خودمان به سوی بهتر شدن خواهیم کرد. این کتاب به 3 بخش یا مرحله تقسیم شده است. بخش اول توضیح می‌دهد که چطور نه مثبت را آماده کنی. بخش دوم توضیح می‌دهد چطور نه مثبت را بیان کنی و بخش سوم نشان می‌دهد چطور راه را ادامه دهی تا به نتیجه مورد نظر برسی و مقاومت طرف مقابل را نسبت به نه خودت به پذیرش آن تبدیل کنی. در طول کتاب خواهی دید که هر کدام از این مراحل 3 بخش را به خود اختصاص داده است. بخش اول بر بله زیرین تو تمرکز دارد، بخش دوم بر نه تو به رفتار یا خواسته دیگران و بخش سوم بر بله تو به نتیجه‌ای مثبت. همه انسان‌ها با دوراهی نگفتن روبرو هستند، چه در خانه، چه در محیط کار و چه در اجتماع. بقای هر آنچه برای تو مهم است، از خوشبختی خودت و سعادت خانواده‌ات گرفته تا موفقیت در کار و سلامت جامعه‌ات، به توانایی تو به نگفتن در مواقع لازم بستگی دارد. می‌دانم کار دشواری است، ولی فرایند نه مثبت انجام این کار را برایت راحت‌تر می‌کند. چون راهی را به تو نشان می‌دهد که بدون آسیب زدن به روابطت از حق خودت دفاع کنی. مهم نیست که نگفتن چقدر برایت سخت است. تو می‌توانی این فرایند 3 مرحله‌ای را یاد بگیری و آن را به عمل درآوری و با کمی تمرین و صبر و تلاش مهارت‌هایت را تقویت کنی. در واقع هر قدر با این فرایند بیشتر آشنا شوی، بیشتر جزء طبیعت ثانویه تو می‌شود. وقتی در هنر گفتن نه مثبت استاد شدی، به احتمال زیاد بزرگترین هدیه زندگیت را از آن دریافت خواهی کرد. یعنی آزاد بودن. آزاد بودن برای اینکه همان کسی باشی که به راستی هستی و همان کاری را انجام دهی که در واقع برای انجام آن به دنیا آمده ای. مرحله اول آماده شدن، بله خودت را رو کن. شاید بزرگترین اشتباهی که موقع نگفتن میکنیم این باشد که از نه شروع میکنیم. نه ما از چیزی سرچشمه میگیرد که مخالف آن هستیم، یعنی از خواسته یا رفتار طرف مقابل. فرایند نه مثبت از ما میخواهد که درست عکس این کار را انجام دهیم و نه خود را بر پایه چیزی بگذاریم که ما میخواهیم. به عبارت دیگر بر خودمان تمرکز کنیم، نه بر طرف مقابل. به جای اینکه از نه شروع کنی، با بله شروع کن. بگذار نه تو از بله عمیق‌تر ریشه بگیرد.
بله‌ای به خواسته های اصلیت و تمامی آنچه به راستی برایت مهم هستند. من این نکته را در هیچ جا به خوبی ماجرای یکی از خویشاوندانم یاد نگرفتم. این مرد به شدت معتاد بود، طوری که یک بار نزدیک بود در حین رانندگی خودش و بقیه را به کشتن بدهد. او بارها سعی کرده بود این عادت بد خود را ترک کند، ولی همیشه شکست خورده بود. بعد در 60 سالگی، یعنی درست زمانی که به نظر می رسید تمام امیدها برای رهایی او برباد رفته است، در خودش این اراده را یافت که نبگوید و از اعتیادش دست بردارد. راز چنین تحول بزرگی چه بود؟ خودش میگوید وقتی نوه اولم به دنیا آمد، تنها چیزی که از دنیا میخواستم این بود که اونقدر زنده بمونم تا بزرگ شدن اون رو ببینم. تولد او بود که به من انگیزه داد تا خودم رو درمان کنم و از اعتیاد دست بردارم. از اون موقع تا حالا 15 ساله که اعتیاد ندارم. بله او به زنده ماندن به خاطر نوه‌هایش برای اینکه بتواند با آنها بازی کند و بزرگ شدنشان را ببینند به او انگیزه داد که نه قدرتمند به اعتیاد بگوید. از واکنش احساسی تا واکنش خلاقانه. خیال نکن که اصلی ترین مانع برای نگفتن موفقیت آمیز وجود طرف مقابل است. به هیچ وجه اینطور نیست. هر قدر هم طرف مقابل ما آدم بدقلقی باشد، باز هم مانع اصلی خودمان هستیم. ما به حکم انسان بودنمان به شدت تمایل داریم نسبت به مسائلی که مطابق میلمان نیستند واکنش نشان بدهیم. یعنی با احساسات شدید ولی بدون هدف مشخص با آنها برخورد کنیم. ما انسان‌ها ماشین‌های واکنشی هستیم و نه‌های ما اغلب احساسی و فاقد خلاقیت هستند. ما از سر عذاب وجدان سازش می‌کنیم، از سر خشم حمله می‌کنیم و از سر ترس خود ما را کنار می‌کشیم. برای اینکه از این دام سه‌وجهی نجات پیدا کنیم، باید به آدم‌های مبتکر، آینده‌نگر و هدفمند تبدیل شویم. این چالش در یک داستان قدیمی ژاپنی که ماجرای یک سامورایی و یک ماهیگیر است به خوبی توصیف شده است. داستان از این قرار است که یک روز سامورایی می رود تا طلبش را از ماهیگیر پس بگیرد. ماهیگیر می گوید متاسفم، پارسال سال بدی برای من بود و با عرض شرمندگی نمیتونم بدهیمو به شما بدم. سامورایی که خیلی تند مزاج و فوری عصبانی می شد شمشیرش را می کشد و آماده می شود تا ماهیگیر را همانجا بکشد. ماهیگیر به سرعت فکری می کند و بعد شجاعانه می گوید من مدتی که دارم هنرهای رزمی یاد می گیرم. استادم میگه یه رزمیکار هیچ وقت نباید از سر خشم به حریفش ضربه‌ای وارد کنه. سامورایی چند لحظه به او نگاه می کند. بعد آهسته شمشیرش را پایین می آورد و آرام می گوید استادت آدم خردمندیه. استاد منم همین درس رو به من یاد داده. میدونی بعضی وقتا خشم بر من غلبه میکنه. بسیار خوب. من 1 سال دیگه به تو مهلت میدم تا بدهی تو بدی. ولی بعد 1 سال حتی اگر 1 ین اونو نتونی بدی مطمئن باش در جا میکشمت. سامورایی راه بازگشت به خانه‌اش را در پیش میگیرد و نیمه های شب به خانه میرسد. برای اینکه همسرش از خواب بیدار نشود بی سر و صدا به درون رخت خواب میخزد. ولی در کمال تعجب 2 نفر را در رخت خوابش می‌بیند. همسرش و غریبه‌ای که لباس سامورایی بر تن دارد. خشم و حسادت وجودش را پر می‌کند و با عصبانیت شمشیرش را می‌کشد تا هر دوی آنها را در دم از دم شمشیر بگذراند. ولی ناگهان حرف‌های ماهیگیر به خاطرش می‌آید. از روی عصبانیت شمشیر نزن. سامورایی لحظه‌ای درنگ می‌کند، نفس عمیقی می‌کشد و بعد به عمد سرفه‌ای بلند می‌کند. همسرش فوری از خواب میپرد. همینطور غریبه که معلوم میشود مادر خود اوست. سامورایی فریاد میزند این کارها چه معنی داره؟ نزدیک بود هر دوی شما رو بکشم. زنش توضیح میده ما از دوزها میترسیدیم، برای همین من لباس سامورایی تو رو تن مادرت کردم تا اونها به خیال آن که مردی در خانه است بترسن و راهشون رو بکشن و برن. 1 سال از اون ماجرا میگذرد. یک روز مرد ماهیگیر به سراغ سامورایی میآید و با شادمانی به او میگوید سال خیلی خوبی داشتم. این پول تو، اینم سودش. سامورایی جواب میدهد پولت را پیش خودت نگه دار. تو خیلی وقت پیش بدهی تو دادی. تو هم وقتی میخواهی به کسی نبگویی درس سامورایی را به خاطر بیاور. از سر خشم کاری نکن. البته بهتر است بگویم از سر هر نوع احساس منفی مثل ترس یا عذاب وجدان کاری را انجام نده.
در وضعیتی که میخوایی نبگویی نفس عمیقی بکش و بر هدفت یعنی بر بلعت تمرکز کن. از خودت بپرس چه میخواهی و در وضعیت فعلی چه چیزی به راستی مهم است. به عبارت دیگر از واکنش احساسی و تمرکز بر نه فاصله بگیر و در عوض به سمت واکنش خلاقانه و تمرکز بر بله تغییر جهت ده. صبر کن. ما هیچ شانسی نداریم که بتوانیم دیگران را تحت تأثیر خود قرار بدهیم مگر اینکه اول از همه بتوانیم واکنش‌ها و احساس‌های طبیعی خودمان را مدیریت کنیم. وقتی می‌خواهیم به یک رفتار توهین‌آمیز یا درخواست‌های نابجا نبگوییم، بسیار طبیعی است که احساس عصبانیت کنیم. یادت باشد خشم می‌تواند ما را کور کند. در شتاب برای نگفتن، آن هم از سر عصبانیت و در اغلب مواقع از سر کینه و نفرت، خیلی راحت می‌توانیم چشمانداز پاداشی را که به دنبال آن هستیم از نظر دور بداریم. منظور از پاداش رسیدن به منافع خودمان است. ترس هم میتواند ما را از دنبال کردن هدفهایمان دور نگه دارد، چون ما پیشاپیش واکنش طرف مقابل را به نگفتنمان مجسم میکنیم و از خودمان میپرسیم او درباره ما چه فکر یا چه کاری خواهد کرد. چه بلایی بر سر روابطمان، بر سر معامله و در نتیجه بر سر منافعمان میآید. در نظر گرفتن چنین مسائلی ما را فلج می کند و باعث می شود سازش کنیم و از نیازهایمان دست برداریم. عذاب وجدان هم همین تأثیر را دارد. من کی هستم که نه بگم؟ من لایق نیستم که چند ساعتی را برای خودم باشم. نیازهای دیگران خیلی مهمتر از نیازهای منه. فراموش نکن که خشم می تواند تو را کور کند. ترس می تواند تو را فلج کند و عذاب وجدان می تواند تو را ضعیف کند. بنابراین اولین چالشی که با آن روبرو هستیم چالش درونی است. ماجرای آن مردی را به خاطر بیاور که به پدر سلطه‌جویش که از قضا رئیسش هم بود نگفت. به قول خود جان، من تو روی پدرم نایستادم بلکه جلوی ترس‌های خودم ایستادم. جان متوجه شد مانع اصلی در راه رسیدن به چیزی که می‌خواست پدرش نبود بلکه ترس‌های خودش بود. همین که با او حرف زدم همه چیز حل شد. نکته کلیدی همینجاست. واقعیت این است که قدم اصلی برای دفاع از خودت در درون تو و قبل از اینکه نبگویی برداشته می شود. جالب اینجاست که این حرکت درونی با یک توقف شروع می شود. درنگ و تأمل بسیار مهم است چون واکنش طبیعی تو را که گاهی اشتباه است متوقف می کند. زمان لازم را برای فکر کردن برایت فراهم می آورد و به این ترتیب به تو کمک می کند تا بلعت را به درستی آشکار کنی. شاید لازم باشد برای 1 ثانیه، 1 ساعت، 1 روز یا حتی بیشتر دست نگه داری. در واقع مهم نیست. آنچه به راستی اهمیت دارد این است که درنگ کنی و قبل از اینکه به سراغ نه خودت بروی، جوانب مختلف و وضعیت موجود را بسنجی. کمی به خودت فرصت بده. این روزها کمیابترین چیز در دنیا زمان برای فکر کردن است. بنابراین به دنبال فرصت‌هایی باش تا به بالکن بروی و درباره بلعت فکر کنی. اغلب وقتی می‌خواهی وقفه‌ای بدهی تا مسئله مورد نظرت را بررسی کنی، بیدرنگ بهانه‌های معمول و تکراری به ذهنت خطور می‌کنند و به نوعی مانع از این کار می‌شوند. ولی سعی کن در مقابل چنین وسوسه‌هایی مقاومت کنی. اگر طرف مقابلت خواسته نامعقول از تو دارد، سعی کن زمانی را صرف فکر کردن درباره چگونگی نگفتن به خواسته او کنی. برای این کار به عنوان مثال می توانی بگویی ببخشید ولی الان زمان مناسبی برای حرف زدن درباره این مسئله نیست. بگذار بعداً با هم حرف بزنیم. بذار درباره‌اش فکر کنم، فردا میام پیشت. باید با شریکم مشورت کنم. بذار اول زنگ بزنم و از موضوع مطمئن بشم. اگر طرف مقابلت رفتاری بد و توهین‌آمیز داشت، می توانی عباراتی مثل این به کار ببری. چرا کمی به خودمون استراحت ندیم؟ 5 دقیقه استراحت. ببخشید، باید دوباره برای خودم قهوه بریزم. روزی دوستی به من گفت بله و خیر عبارت‌های بسیار مهم هستند، ولی عبارتی هم هست که بعضی مواقع از این دو مهمتر است. عبارت 1 دقیقه صبر کن. بعضی وقتها تو نمیدانی باید بله بگویی یا نه. برای همین بهترین جواب این است که بگویی 1 دقیقه صبر کن. این جمله زمان لازم را به تو میدهد تا تصمیم درستی بگیری. اگر احساس خشم یا ترس میکنی،
برو قدم بزن یا فعالیت دلخواهت را انجام بده. به کار انداختن ماهیچه‌ها و تندتر شدن ضربان قلب باعث رها شدن خشم و کاهش ترس می شود. با این کار وقتی زمان نگفتن فرا می رسد می توانی از موضع آرامش و اطمینان آن را به زبان بیاوری. به احساساتت گوش بده. آنچه باعث می شود ما به رفتار یا خواسته طرف مقابل واکنش نامعقول نشان دهیم احساسات هیجانی منفی ماست. ترس و عذاب وجدان ما را به سمت سازش یا کناره‌گیری سوق می دهد، در حالی که خشم ما را به حمله وامی دارد. تن دادن به احساسات و بروز دادن آنها فقط مانع از این می شود که بتوانیم هدفمان را دنبال کنیم. با این حال سرکوب احساساتمان هم جواب نمی دهد. چون برخلاف تصورمان این احساسات از بین نمی روند. سرکوب احساسات فقط آنها را به زیر می برد و شکی نیست که آنها در لحظات نامناسبی بالاخره خودشان را نشان می دهند. خوشبختانه راه سومی هم برای برخورد با احساساتمان وجود دارد که نه به اندازه وقتی که آنها را بروز می دهیم مهیج است و نه به اندازه وقتی که آنها را سرکوب می کنیم تنش‌زاست. احساساتت را بشناس و به این ترتیب آنها را تحت سلطه خودت در بیاور. نباید بگذاری آنها تو را زیر سلطه بگیرند. مؤثرترین روش برای برخورد با احساسات منفی این نیست که آنها را بروز بدهی، بلکه این است که به آنها گوش بدهی. به این مثال توجه کن. یکی از دوستان من به سختی می توانست دختر 3 ساله اش را تشویق کند که به کودکستان برود. هر وقت زمان رفتن به کودکستان فرا می رسید، دخترک چنان قشقرقی به پا می کرد که نگو و نپرس و اصرار داشت که در خانه بماند. مادر نمی دانست که به چه شیوه مؤثر و مناسبی به خواسته دخترش نه بگوید. او که همزمان احساس نگرانی، ترس، عذاب وجدان، خشم و ناامیدی می کرد، بین اصرار بیش از حد به دخترش یا تن دادن به قشقرق او گیر افتاده بود. یک روز مادر راه دیگری را انتخاب کرد. او برخلاف همیشه مدتی وقت صرف کرد تا نه را آماده کند و برای این کار با یک دوست صمیمی درباره احساساتش صحبت کرد. او با کمک دوستش توانست بفهمد که ریشه نگرانیش مربوط به نیاز خودش به عشق و تعلق است. او متوجه شد نگرانی‌ها و تردیدهایش درباره فرستادن فرزندش به مدرسه از احساسات دوران کودکی خودش سرچشمه می‌گیرد. چون آن زمان خیال می‌کرد که مادرش می‌خواهد با فرستادن او به کودکستان رهایش کند. او که می‌دانست دخترش را دوست دارد، وقتی فهمید فرستادن او به مدرسه نوعی رها کردن او نیست، توانست آرام بگیرد و از احساس نگرانیش خلاص شود. روز بعد در مقابل اصرار دخترش به ماندن در خانه خیلی ساده نگفت. تو امروز میری مدرسه. در صدایش نه تردید وجود داشت و نه زور و اجبار. فقط یک اعلام رسمی و معمولی بود. در کمال تعجب دید که دخترش نه مقاومت کرد و نه قشقرق به پا کرد و در کمال آرامش به مدرسه اش رفت. وقتی رد احساساتت را دنبال کنی و به نیازهای زیرینت که منشأ این احساسات هستند برسی، یک دگرگونی ظریف رخ می‌دهد. همانطور که برای دوست من اتفاق افتاد. به محض اینکه به راستی پیام پشت احساساتت را درک کنی، به محض اینکه این احساسها پیامشان را برسانند و مأموریتشان را تمام کنند، اغلب شدت آنها کم می شود و تو آرامتر و متمرکزتر می شوی و کاراییت بالاتر می رود. به محض اینکه احساساتت را شنیدی، دیگر لازم نیست آنها را نشان بدهی. بنابراین اولین کاری که باید بکنی این است که ترس، خشم یا احساس عذاب وجدانت را به رسمیت بشناسی. قبول کن که آنها واکنش‌های طبیعی به خواسته یا رفتار طرف مقابلت هستند. به آنها گوش کن، درست همانطور که به حرفهای یک دوست خوب گوش می‌دهی. بگذار آنها به طور کامل خودشان را برایت توضیح دهند. مثل شاهدی بی‌طرف به احساساتت نگاه کن. مقداری احساس خشم در خودم می‌بینم. منظور این نیست که بی احساس و سرد با احساساتت برخورد کنی. منظور این است که آنها را با همان علاقه و دغدغه‌ای بررسی کنی که یک دوست ممکن است نسبت به دوستش نشان دهد. شاید بد نباشد که احساساتت را برای دوستی تعریف کنی یا آن را در دفترچه خاطراتت بنویسی. حال خواسته هایت را رو کن. نه یک موضع است. پایه‌ای عینی در مورد آنچه نمی‌خواهی.
در مقابل منفعت تو چیزی نیست غیر از خواسته ها، آرزوها، بلند پروازی ها و دغدغه های پشت نه تو. به عنوان مثال، اگر موضع تو به سیگار کشیدن همکارت در دفتر کار نه است، منفعت تو ممکن است آرزو برای استنشاق هوای تازه و تمیز و نیاز به ریه‌های سالم باشد. منافع را موتور بی صدای پشت نه می دانند. به بیان دیگر، منافع چیزهایی هستند که تو دوست داری به آنها بله بگویی. لحظه‌ای فکر کن که به طور دقیق دوست داری به چه چیزی نه بگویی. چه درخواست و دستوری هست که دوست داری آن را رد کنی؟ چه رفتاری هست که از نظر تو نامناسب یا توهین‌آمیز است؟ آن را در ذهنت تصور کن. خیلی واقعی و عینی و با جزئیات کامل. حالا از خودت بپرس چه بلایی پشت نه تو نهفته است. البته پاسخ همیشه روشن نیست. درست است که ما به طور معمول موضع خود را میشناسیم، ولی اغلب در مورد منافع عمیقمان کاوش نمی کنیم. لازم است مدام از خودت سوال کنی چرا. دلیلش هم این است که سوخت مورد نیاز برای گفتن نه مؤثر در نهایت از خود موضع تو به دست نمی آید، بلکه در پشت آن نهفته است. یعنی منافع پنهانت، به عبارت دیگر بله تو. یادت باشد 3 هدیه بزرگ نه می توانند کمکت کنند که منافعت را شناسایی کنی. از خودت بپرس می خواهم با نه گفتن چه چیزی را خلق کنم؟ به چه فرد یا کاری می خواهم بله بگویم؟ با نه گفتن می خواهم از چه چیزی محافظت کنم؟ اگه به رفتار یا خواسته طرف مقابل بله بگویم یا فقط به پذیرش آن ادامه دهم، کدام منفعت اصلی من در خطر می افتد؟ با نگفتن می خواهم چه چیزی را تغییر دهم؟ مشکل طرف مقابل چیست و اگر این رفتار تغییر کند چه بهبودی حاصل می شود؟ نیازهایت را رو کن. حتی بهتر است عمیق‌تر درباره انگیزه پنهان در وجودت فکر کنی. اغلب وقتی داریم منافعمان را فهرست می کنیم، در واقع داریم خواسته هایمان را فهرست می کنیم. یعنی آرزوها، بلند پروازی ها و دغدغه های روزمره مان را. اینها موضوعات و شرایطی هستند که ما اغلب به راستی دوست داریم داشته باشیم. ما می خواهیم دفتر کارمان جای راحت باشد. معامله‌ای که می کنیم سود آور باشد. تعطیلات به ما خوش بگذرد و هزینه کمی هم داشته باشد. اگر عمیق‌تر درباره این خواسته های زیرین خود فکر کنیم، می‌بینیم که در زیر این خواسته ها مجموعه‌ای از انگیزه های اصلی ما یا به عبارت دیگر نیازهای ما وجود دارد. نیاز اساسی ترین محرک است که انسان را به نشان دادن رفتاری خاص وامی دارد. به نظر می‌رسد 5 نیاز اصلی انسان اینها باشند: امنیت یا بقا، غذا، آب و دیگر موارد ضروری برای زندگی، احساس تعلق و عشق، احترام و هویت و در آخر آزادی و تسلط بر سرنوشت خویش. این نیازها دلیل اصلی تک تک رفتارهای روزمره ما آدم هاست. فرض کن رئیست از تو خواسته است آخر هفته اضافه کاری کنی، ولی تو میخواهی به اون نه بگویی چون تو و همسرت ماهاست برنامه ریخته اید در این تعطیلات به خارج از شهر بروید. اولش فکر میکنی خواسته تو این است که از ادارت دور شوی. بتوانی برنامه ای را که از قبل ریخته ای اجرا کنی و احساس نکنی که زیاد کار میکنی. برای رسیدن به نیازهای اصلیت باید مدام از خودت بپرسی به راستی چرا میخواهی نه بگویی؟ در زیر خواسته‌ات به دور شدن از محیط کار، علاقت به محکم کردن پیوند ازدواجت و در زیر آن اگر کمی عمیق‌تر کندوکاو کنی، یک نیاز پایه‌ای برای داشتن احساس تعلق و عشق هست. در زیر تمایل تو به برهم نزدن برنامه‌ات، نیاز اساسیت به استقلال و تسلط بر سرنوشتت خوابیده است. در پشت احساس رنجشی که از رئیست بابت درخواست اضافه کاری در دلت داری، نیاز اساسی به احترام وجود دارد. کندوکاو و رو کردن نیازهای درونیت بسیار مفید است. هرچه عمیق‌تر بروی، احتمال بیشتری دارد که به بستری محکم و استوار برخورد کنی. بستری با ثبات و قوی که میتواند نه تو را نگه دارد و از آن محافظت کند. برای رو کردن نیازهایت به ندای احساساتت گوش بده. احساسات شعور دارند. آنها زبانی هستند که نیازهای اصلیت از آن استفاده می کنند تا به تو بفهمانند برآورده‌شان نکرده‌ای.
ترس ما را از تهدید خطر احتمالی آگاه می کند. خشم به ما می گوید چیزی در وضعیت فعلی اشتباه است و باید درست شود. عذاب وجدان می تواند به ما هشدار دهد نسبت به روابط مهم حساس باشیم. دلشوره به ما می گوید بهتر است قرارداد معامله را که می خواهیم امضا کنیم دوباره بررسی کنیم. اگر بتوانیم به جای واکنش به این احساسات صدای آنها را بشنویم، برد با ماست. احساساتت را به چشم تابلوی اعلاناتی ببین که به نیازهای اصلیت اشاره دارند. احساسات به جای اینکه دشمن تو باشند، می توانند متحد تو باشند، چون می توانند به تو کمک کنند بله زیرینت را رو کنی. ارزش‌هایت را رو کن. در کنار نیازها که تو را به حرکت وامی دارند، ارزش‌هایی هستند که به تو انگیزه می‌دهند. اما این ارزش‌ها کدامند؟ ارزش‌ها اصول و باورهایی هستند که به زندگی تو جهت می‌دهند. آنها با چنین عبارت‌هایی رو می‌شوند: همیشه با درستی و صداقت رفتار کن، یا منصف باش. درست است که ارزش‌ها از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از یک فرد به فرد دیگر متغیر است. اما ارزش‌های خاصی هستند که انسان‌ها در هر نقطه از این کره خاکی به آنها اعتقاد دارند. ارزش‌های از قبیل صداقت، درستی، احترام، همبستگی، صبر، مهربانی، انصاف، شجاعت، آرامش و صلح. حال بله خودت را متبلور کن. حال که عمیق‌ترین خواسته‌ها، نیازها و ارزش‌هایت را رو کرده ای، می توانی آنها را به یک بله قدرتمند تبدیل کنی. بله تو در واقع قصدت برای محافظت از خواسته‌های اصلیت و پیشرفتن به سوی آن است. نیازها و ارزش‌ها مبدأ سفر تو هستند. قصد و نیت تو مقصد سفرت است. قصد و نیت به منافع تو عنصر تعهد را اضافه می کند. تو فقط خواسته ای نداری، بلکه تعهد می کنی آن را برآورده کنی. مهاتما گاندی می گفت قدرت واقعی از قدرت جسمانی به دست نمی آید، بلکه از اراده تسخیر ناپذیر سرچشمه می گیرد. چیزهای خیلی کمی در زندگی به اندازه قصد و نیتی مشخص و واضح نیرومند هستند. نیت و هدفی خاص را مشخص کن. هدف تو چیزی نیست که آن را ابداع کنی، بلکه چیزی است که آن را از خواسته‌ها، نیازها و ارزش‌هایت متبلور می‌سازی. آنچه می‌تواند به تو قدرت واقعی بدهد این است که بتوانی تمام انگیزه‌های مختلف خودت را در یک هدف مشخص و متمرکز که همان بله خودت است جمع کنی. با این کار شروع کن. فهرستی از خواسته‌هایت که به تو انگیزه نگفتن می‌دهند تهیه کن و بعد سعی کن آنها را در یک عبارت خلاصه کنی. عبارتی که چکیده و اساره تمامی آنهاست. برای جان، همان مردی که به پدر سلطه‌جویش نگفت، آن عبارت این بود: عزت نفس. برای خویشاوند من که به اعتیادش نگفت، آن عبارت این بود: بودن با نوه‌هایم. از خودت بپرس: من به راستی چه می‌خواهم؟ دارم از چه ارزش یا نیازی که از همه مهمتر است محافظت می‌کنم؟ آیا این ارزش یا نیاز خوشبختی خودم است؟ سعادت خانواده ام است؟ اعتبار شخصی ام است؟ یا چیز دیگری است؟ تازه خیلی خوب است که هدفت را روی کاغذ بیاوری یا آن را برای دوستت یا همکارت تعریف کنی، چون با این کار تعهدی را که به خودت دادی به یاد می‌آوری. بین آیا و چطور فرق بگذار. گاهی می‌بینیم که داریم به خودمان می‌گوییم دوست دارم نه بگویم، ولی هیچ طوری نمی‌توانم به مادرم، رئیسم یا دوستم نه بگویم. هنوز با طرف حرف نزده قصدمان را برای نگفتن خراب می‌کنیم. وقتی دوست صمیمیت از تو خواهش می‌کند در اسباب کشی به او کمک کنی، ممکن است به خودت بگویی نمی‌دونم چطوری می‌تونم نه بگم. تو می‌دانی که الان برای این کار وقت نداری، ولی ذهنت به قدری پر از احساس ترس و عذاب وجدان می‌شود که حتی تصور نگفتن هم برایت محال است. بنابراین تسلیم می‌شوی و می‌گویی باشد. بعد از آن احساس پشیمانی، خشم و نفرت به سراغت می‌آید. چرا؟ چون پذیرفتن خواهش دوستت آخرین کاری بوده است که دوست داشتی بکنی. برای بسیاری از ما هر روز این اتفاق می‌افتد و دلیلش هم همیشه این است که ما دو مسئله را با هم قاطی می‌کنیم. یکی این که آیا باید کار را انجام دهیم و دیگر این که چطور آن را انجام دهیم. در واقع این سؤال را که آیا باید جواب منفی بدهم
با این سوال که چطور نه بگویم قاطی میکنیم و از آنجا که رسیدن به سوال چطور غیر ممکن به نظر می آید، پس به طبع فکر میکنیم که سوال آیا در ظاهر حتمی و از قبل تعیین شده است. در حقیقت برای اینکه احساس بهتری داشته باشیم، واکنش خودمان را به نحوی توجیه میکنیم. به عنوان مثال میگوییم خب برای من که کاری نداره، در هر صورت من اون وقت رو برای خودم نمیخواستم. با این حال راه دیگری هم وجود دارد، اینکه در فرایند تصمیم گیریت بین آیا و چطور تفاوت قائل شوی. وقتی داری فکر میکنی که در موقعیت فعلی میخواهی چه کار کنی، اول از همه هدفت و نیت واقعیت را مشخص کن. وقتی سوال آیا حل شد، آن وقت میتوانی به سراغ قسمت چطور بروی که از قضا میفهمی خیلی راحت تر از آن بوده است که تصورش را میکردی و متوجه میشوی که این ترس بوده که باعث شده مسئله را اینقدر سخت بگیری. احساساتت را به تصمیم قطعی تبدیل کن. وقتی هدفت را مشخص کردی، حالا وقت آن است که به آن انرژی بدهی. این انرژی می تواند از احساساتت که به خوبی مهار شده اند نشأت بگیرد. احساسات علاوه بر این که به تو علائم هشدار دهنده درباره وجود نیازهای برآورده نشده را می دهند، کارکرد حیاتی دیگری هم دارند. آنها سوخت لازم برای حرکت تو را فراهم می کنند. احساسات ما را به اقدام مناسب برای محافظت از خواسته های اصلیمان وامی دارند و به ما شجاعت و قاطعیت این اقدام را می دهند. همانطور که قهرمانان ورزشی به خوبی می دانند، احساسات اگر درست هدایت شوند می توانند انگیزه بسیار زیادی برای ما فراهم کنند. بنابراین به جای اینکه بگذاری احساساتت از تو سواری بگیرند، تو به آنها افسار بزن و آنها را به سمت هدفت سوق بده. یعنی تلاش برای پرداختن به نیازهای برآورده نشده و رفتن به سوی ارزش‌های عمیق‌تر. هدف مثبت تو از خلأ پیدا نمی‌شود، بلکه از احساسات تو رشد می‌یابد. هیچ کس به اندازه مهاتما گاندی این فرایند تغییر و تحول را درک نکرده و شرح نداده است. او کسی است که بدون یک قبض سلاح یا سربازی تحت فرمان موفق شد به قرنها تسلط استعماری امپراتوری بریتانیا بر هندوستان خاتمه بدهد. گاندی راز موفقیتش را چنین بیان می کند: من از تجربه های تلخ گذشته یک درس عالی یاد گرفتم. اینکه خشمم رو مهار کنم. فهمیدم همونطور که گرما به انرژی تبدیل میشه، خشم مهار شده هم میتونه به قدرتی تبدیل بشه که دنیا رو به حرکت در بیاره. برای تبدیل احساسات منفی به هدف مثبت، اول به احساساتت نگاه کن و وجود آنها را بپذیر. سپس رد پای آنها را تا رسیدن به خواسته ها و نیازهای برآورده نشده خودت دنبال کن. همچنان که با تمام وجود به احساساتت گوش میدهی، سعی کن بار احساسی منفی آنها را به مثبت تبدیل کنی. بعد همونطور که گاندی پیشنهاد میدهد، انرژیت را ذخیره کن. به عبارت دیگر، از واکنش احساسی دوری کن، چون چیزی غیر از تلف کردن انرژی ارزشمندت به دنبال نخواهد داشت. آخر سر، در لحظه مناسب انرژی احساسیت را برای رسیدن به هدفت آزاد کن. آن را به عنوان سوخت برای انجام اقدامی مناسب استفاده کن، نه برای نشان دادن واکنشی بیهوده. بگذار این انرژی احساسی به عنوان یک قدرت انگیزشی پایدار در خدمت نه تو باشد. این احساساتی که به نظرمان بد می آیند فقط به گونه منفی شارژ شده‌اند و بنابراین احساساتی هستند که بالقوه می توانند به گونه مثبت شارژ شوند. احساساتی مثل ترس و خشم هم می توانند مخرب باشند و هم سازنده. بستگی دارد که تو چطور با آنها برخورد کنی. حالا بله خودت را رو کن. رو کردن بله‌ات 3 کار مفید برایت انجام می‌دهد. به تو قدرتی مثبت برای نگفتن می‌بخشد. حالا می‌توانی روی پاهای خودت بایستی، نه اینکه به کمک دیگران امید ببندی. نه تو می‌تواند برای دفاع از خواسته‌هایت باشد، نه علیه طرف مقابلت. به جای اینکه با نگفتن طرف مقابلت را رد کنی، می‌توانی خیلی راحت به چیزی بله بگویی که از همه برایت ارزشمندتر است. این کار به تو احساس جهت‌دار بودن می‌دهد، چون می‌دانی که با نه خودت می‌خواهی به کجا بروی. و دست آخر به تو انرژی می‌دهد. حالا دیگر برای تحویل دادن نه و ماندن بر سر آن در صورت مواجهه با مخالفت سوخت لازم را داری. حالا که بله‌ات را رو کردی، وقت آن است که نه خود را تقویت کنی. این موضوع فصل بعدی است.